سلام عزیزان دل، به یک ویدیوی دیگر از چینل خودتان خوش آمدید. کار انسان اندیشمند شبیه کار زنبور عسله. همونطور که زنبور عسل گرده گل رو تبدیل میکنه به شهد و به عسل، کار انسان اندیشمند جمع آوری علوم است و تبدیل این علوم به معرفت. یعنی همونطور که زنبور گردی گل رو جمع میکنه و اینو در بطن خودش تبدیل میکنه به شهد و به عسل، انسان عاقل و اندیشمند هم علوم رو جمع میکنه و اینو در متن اندیشه خودش تبدیل میکنه به معرفت. لذا علم بدون معرفت، یعنی علم به ما هو نفس علم، یعنی کشک، یعنی هیچ، مگر اینکه تبدیل به معرفت بشه. کدام علمه که تبدیل به معرفت میشه؟ پایه های علم 4 تا هستن دختره گلم. 1 دیتا، اطلاعات پایه. آیا این تبدیل میشه به معرفت؟ نه. 2 اینفورمیشن، اطلاعات کلی، اطلاعات عمومی. آیا این تبدیل میشه به معرفت؟ نه. ساینس، علم تخصصی. آیا این تبدیل میشه به معرفت؟ نه. کدام علمی که تبدیل میشه به معرفت؟ اون نالج، دانش کلی، دانش هستی بین، دانش جهان بین، اونه که تبدیل میشه به معرفت. مولانا یه مثالی میزنه بین چینی ها و رومی ها یک رقابتی در هنر به وجود آمده بود. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. اهل چین و روم در بحث آمدند، رومیان در علم واقفتر بودند. مولانا معتقده که رومی ها به اندازه اون مقدار علمی که داشتن میفهمیدن، یعنی هر چقدر علم داشتن فهمم داشتن. این همون 4 بیتیه که ابن یمین هم میگه. ابن یمین میگه آن کس که بداند و بداند که بداند. این بداند دوم یه فهم معرفتی از دانستن اوله، یعنی آن کس که بداند و بفهمد که بداند. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، مثل خیلی از همین فارغ التحصیلای دانشگاه های ما. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدارش نما که بیش از این خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. آن کس که نداند و نداند که نداند و نخواهد که بداند، در جهل مرکب چی؟ ابدالدهر بماند. پس اینو با هم بگیم. آن کس که نداند و نداند که نداند و نخواهد که بداند، در جهل چی؟ مرکب ابدالدهر. ببینید بچه ها، 2 جور جهل داریم. یه جهل بسیطه که فرد میدونه که نمیدونه، و یه جهل مرکبه که فرد نمیدونه که نمیدونه. این فکر میکنه همه چیزو میدونه. اصلا اساس بدبختی هر فرد یا هر جامعه از همینجاست. ببینید بچه ها، ما در روانشناسی گرفتاری های فردی و اجتماعی رو اینطور تقسیم میکنیم.
ما گرفتاری های فردی و اجتماعی رو اینطور تقسیم میکنیم، میگیم دغدغه، مسئله، مشکل، معضل، بحران، فاجعه. دغدغه، مسئله، مشکل، معضل، بحران، چی؟ فاجعه. کسی که نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، ایجاش کجاست؟ ها؟ ملت یا فردی که نمیدونن و نمیدونن که نمیدونن، جایگاهش کجاست؟ اینجاست. خب چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. اهل چین و روم در بحث آمدند، رومیان در علم واقفتر بودند. مولانا میگه که رومی ها وقوف معرفتی داشتن، یعنی همون مقداری که علم داشتن فهمم داشتن. گفت سلطان امتحان خواهم در این، تا کنم در دعوی آن بهراگزین. پادشاه گفت امتحانتون میکنم. چینیان گفتن یک خانه به ما خاص بسپارید و یک آن شما. بود دو خانه مقابل در به در، این یکی چینی ستد رومی دگر. پادشاه اومد یه سالونی رو در اختیارشون گذاشت، یه دیوارش رو داد به چینی ها، یه دیوارش رو هم داد به رومی ها که هنرنمایی کنن، وسطش هم یه پرده بود. چینیان از شه 100 رنگ خواستند، پس خزانه باز کرد آن ارجمند. شروع کردن نقاشی کردن. رومیان گفتن نه نقش و نه رنگ. تا اینجا اگر ویدیو را دیدین خوشحال میشم ویدیو را لایک کنین، چینل را سابسکرایب کنین، علامه زنگوله را فشار بدین تا از جدیدترین ها شما زودتر آگاه شد. اینا شروع کردن نقاشی کردن، اینا شروع کردن آینه کاری و صیقل کاری. چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهل‌ها می‌زدند. چون که شه آمد در آن چینی سرا، میرو بود آن عقل را و فهم را. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان. نقش آن تصویر و آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. هرچه آنجا بود اینجا بهنمود، دیده را از دیده خانه میرو بود. عارفان عاشقان آن رومیانند ای پسر. نی ز تکرار کتاب و نی هنر، لیک صیقل کرده اند آن سینه ها. پاک عزاز و حرص و بخل و کینه ها، نقش و قشر علم را بگذاشتن، رایت علم الیقین افراشتن. خردکاری های علم هندسه یا نجوم علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. این همه از علم بنای آخر است، که عماد بود گاو و اشتر است. بهر استقبای حیوان چند روز نام آن کردند این گیجان رموز. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داند آن را با دلش. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از آن کیفیتی حاصل نه حال. طبع را افسردگی بخشد مدام، مولوی باور ندارد این کلام. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. هر که نبود مبتلای ماه روی، اسم او از لوح انسانی بشوی. صدای منو میشنوین دخترای گلم؟ ها؟ میشنوین؟ تولد حضرت معصومه رو به همه شما عزیزانم دخترای گلم تبریک میگم. امیدوارم یه روز به جای این وصف‌های کلماتی
شهامت، جسارت، بصیرت، چه میدونم، همین کلماتی که بعضیا ردیف میکنن برای وصف یک امام بزرگوار. امیدوارم به جای این وصفهای صرف برید و همه وجودتون رو، همه قلبتون رو و همه روحتون رو متوسل کنید به سیره و روش این بزرگان که ما هر چه داریم از ایناست. اینو به شما بگم دخترای گلم، در یه سرزمین مقدسی زندگی میکنید که محصول خون شهدای ماست. یه نکته فقط از شهدای خودمون بهتون بگم و بعد یه توضیح در رابطه با رسالت شما بهتون بگم. شهدای ما کسانی بودن که قبل از آنکه پا روی مین دشمن بذارن، اول پا روی من خودشون گذاشتن. قبل از اینکه پا روی مین دشمن بذارن، اول پا روی من خودشون گذاشتن.